سلام دوستان عزیز، در کانال فکت‌های جالب معمای متمتیکی پیشنهاد شده است. ما آن را با طرز سیستم مدل ها حل میکنیم. رفتیم شماری که در رسم علت دیدیم، زرگوش و گربه در یک جای 10 کیلوگرم، زرگوش و سگ 20 کیلوگرم و سگ و گربه 24 کیلوگرم بودند. ما باید ببینیم که سگ، گربه و زرگوش در یک جای چند کیلوگرم میشوند. برای همین این سه مدل رو باید ما حل کنیم. مدل دوم رو همین مدل یکی می‌کنیم و بعد از می‌بریم. زرگوش تا زرگوش صفر میشد، سگ تا گربه، سگ تا گربه برابر میشود و 20 تا 10 یعنی 10. از این مدل حساب کرده همون یک جای به مدل سوم استفاده می‌بریم. مدل سوم رو در زیر این می‌نویسیم. مدل حساب کرده همون رو با مدل سوم جمع می‌کنیم. این میشود سگ جمع سگ 2 سگ، گربه با گربه یکسان میشن برابر میشن و 10 جمع 24 این میشود 34. و از این حساب می‌کنیم که سگ برابر است و 17 کیلوگرم. از مدل سه گربه رو پیدا می‌کنیم که گربه برابر است و 24 تا 17 این میشود که 7 کیلوگرم. و از مدل یک باشد زرگوش رو پیدا می‌کنیم. و در واقع ما با خلاصه می‌گوییم که سگ، گربه و زرگوش میشود 17 جمع 7 جمع 3 27 کیلوگرم.